تو اسپورتینگ بود، اسمشو بلد نیستم. ویکتور کی حاجی؟ این لوتارو مارتینز. خوشحالیش معلومه، جذاب هستا اینجا، پر انرژی. اگه دورتموند باشه بله کریم آدیمی. خدا وکیلی حال کردی. این کی بود؟ این بچه 17 ساله. یامال بود. این اصلا اینجا من میگم کل پالمر بدون اینکه تیمش هم برام بیاره. کل پالمر اصلا خوشحالیش خیلی خوبه. این رئال، این مدل مو کاماوینگا تو رئال داره. کاماوینگا. تا اینجا بچه ها من یه غلط داشتم. این کیه توی بایر مونیخ؟ هری کین بود. اصلا صورت معلوم امباپه. حاجی ولش واضح است که کیلیان امباپی. اینم رونالدو. تیمش هم مشخص شد دیگه. رونالدو طرفدار رونالدو قلب قرمز تو کامنت ها. این کونده. اسمش چه باحاله. ببخشید. خب بازیکن بعدی یا لیو یا چوکوزه. بازیکن میلان هم بود. ساموئل چوکوزه. این مسی دیگه. طرفداران مسی هم قلب آبی توی کامنت ها. ببینیم کدومش بیشتر. وینی میخوره. وینی تعصبی تو کامنت ها. وینیسیوس جونیور. حالا این حکیمی فکر کنم یه خوشحالی داشته میذاره. آره حکیمی خوب حدس میزنم. این سون خوشحالی عکس مثل عکس گرفتنی برای سون هیونگمی. اینو حاجی خدا وکیلی سابیتزر ریدمونو. لوکاکو اصلا چارشونه بودنش یعنی لوکاکو. روملو لوکاکو. این کومان مدل موش معلومه کومانه. کینزلی کومان. بله اینم رافینیا بهش میخوره. واسه رافینیا. خیلی فوتبالش خوب رفت توی اوج. رافینیا. فرفریو سیتی. لوئیس دفاع چپشون. ریکو لوئیس. بله. این چرا دستاشو اینجوری مشت کرد؟ حالا ولش کن. خب اوسیمهن. ویکتور اوسیمهن. این تیمش بیاد. گوشواراش رودریگو دیپال. بله حالشو. کیه نمیدونم. مکنی بود. استون مکنی. اینم ریچ و پایان کار. خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. با حمایتاتون بهتر کنین. لایک هم بزنین حتما تا به ما انرژی بدین. دمتون گرم. خدا نگهدار.